امروز می‌خوایم بریم سراغ یکی از مهمترین مهارت‌های زندگی، یعنی هوش مالی. ولی نه اونجوری که فکر می‌کنید. این مهارت خیلی بیشتر از حساب و کتاب و اعداد و ارقامه. در واقع همه چیز به طرز فکر شما برمیگرده. خب بذارید همین اول یه سوال رک ازتون بپرسم. یه لحظه با خودتون رو راست باشید. تا حالا شده از روی ترس یا هیجان یا حتی فقط به خاطر اینکه همه داشتن یه کاری می‌کردن یه تصمیم مالی بگیرید؟ اگه جوابتون آره است، اصلا نگران نباشید، چون تقریبا همه ما همینطوریم و این دقیقاً همون جنگ درونیه که امروز می‌خوایم در موردش صحبت کنیم. برای اینکه منظورم رو بهتر بفهمید، میخوام یه داستان واقعی براتون تعریف کنم. داستانی از رابرت کیوساکی، نویسنده کتاب معروف پدر پولدار پدر بی پول. برگردیم به سال 1972، جنگ ویتنام. کیوساکی خلبان جوونه و داره با هلیکوپترش بر فراز اقیانوس پرواز میکنه. همه چیز آروم و عادیه. که یهو بوم، یه صدای انفجار وحشتناک میاد و بلافاصله بعدش یه سکوت مطلق و ترسناک. موتور هلیکوپتر از کار افتاده. حالا فقط صدای باد رو میشنون و حس سقوط آزاد رو. انگار یه تیکه سنگ دارن مستقیم به سمت اقیانوس سقوط میکنن. تو اون لحظات وحشتناک اولین واکنش چیه؟ غریزه است. ترس تمام وجود آدمو میگیره. یعنی تمام وجود کیوساکی، تمام غریزش داشت فریاد میزد فرمونو بکش عقب، دماغه رو بده بالا تا عذاب دور شی. این یه واکنش کاملا احساسیه. اما اینجا همون جاییه که همه چیز عوض میشه. با وجود اینکه تمام بدنش داشت یه چیز میگفت، ذهن آموزش دیده و منطقیش یه دستور دیگه داد. اون دقیقاً کاری برعکس غریزش انجام داد. فرمون رو فشار داد به سمت جلو و دماغه هلیکوپتر رو به سمت اقیانوس کج کرد. چرا؟ چون توی تمرینات یاد گرفته بود که این کار سرعت چرخش پره ها رو حفظ میکنه و بهش اجازه میده کنترل رو دوباره به دست بیاره. و همین تصمیم منطقی جون خودش و تمام خدمش رو نجات داد. خب این داستان فقط یه خاطره جنگی نیست. این دقیقاً استعاره از اتفاقی که هر روز برای پول ما میفته. ما هم مدام بین این دوتا ذهن در حال جنگیم. ذهن احساسی ما که از ترس میاد میگه ریسک نکن، امن بازی کن. اما ذهن منطقی ما اگه آموزش دیده باشه میگه هوشمندانه بازی کن. پس این هوش مالی که انقدر ازش حرف میزنن واقعا یعنی چی؟ برخلاف چیزی که خیلی‌ها فکر میکنن فقط این نیست که بدونید سهام چی بخرید یا چطور حسابداری کنید. نه، در واقع یه داستان دو قسمتیه. و نکته کلیدی، یعنی شاه کلید ماجرا دقیقاً همینه. به گفته کیوساکی، هوش مالی واقعی از دو بخش کاملاً مساوی تشکیل شده. 50% تسلط بر روانشناسی پول و کنترل احساساته و 50% دیگه‌اش دانش فنی و عملی. نمیتونید فقط یکیشو داشته باشید و انتظار موفقیت داشته باشید. هر دو تاش لازمه، مثل دو تا بال برای پرواز. بسیار خوب، بیایید با نیمه اول شروع کنیم. کنترل احساسات. و بذارید بگم این شاید سخت‌ترین و مهمترین قسمت ماجرا باشه، چون اگه نتونید روی احساساتتون مسلط بشید، بهترین دانش مالی دنیا هم هیچ کمکی بهتون نمیکنه. معمولاً دو تا ترس اصلی هستن که تصمیمات مالی ما رو خراب میکنن. اولی ترس از دست دادن پوله. این ترس انقدر قویه که باعث میشه ما به جای هوشمندانه بازی کردن فقط امن بازی کنیم و در نتیجه فرصت‌های بزرگ رو از دست بدیم. دومی ترس از طرد شدنه. یعنی چی؟ یعنی میترسیم اگه کاری متفاوت از بقیه انجام بدیم مسخره بشیم یا تنها بمونیم. پس چیکار میکنیم؟ دنبال گله راه میافتیم، حتی اگه اون گله مستقیم به سمت دره بره. و این جمله از خود کیوساکی به نظرم فوق‌العاده است. اون میگه آدمای موفق بیباک نیستن. اونا هم دقیقاً مثل ما میترسن. تفاوت فقط توی اینه که یاد گرفتن چطور به اون ترس جواب بدن. یاد گرفتن که با وجود ترس منطقی عمل کنن. درست مثل همون خلبانی که برخلاف غریزش دماغ هلیکوپتر رو به سمت پایین فشار داد. خب، حالا که از پس بخش روانی ماجرا برآمدیم، وقتشه بریم سراغ قسمت دوم، دانش فنی. وقتی روی احساساتتون مسلط باشید، تازه میتونید از دانشتون به درستی استفاده کنید. ولی خب، اول باید اون دانش رو به دست بیارید. فکر نکنید قرار کار پیچیده‌ای انجام بدیم. مسیرش خیلی ساده است. همه چیز از قدم اول شروع میشه. اهدافتون رو مشخص کنید.
چون تا ندونید مقصدتون کجاست، هر راهی برید اشتباهه. بعد با یه بودجه بندی ساده، کنترل دخل و خرجتون رو دستتون میگیرید و در نهایت با پسنداز و سرمایه‌گذاری پولتون رو میفرستید سر کار تا براتون پول بیشتری بسازه. یکی از مفاهیم کلیدی که باید یاد بگیرید هزینه فرصت هست. این یه ایده فوق‌العاده قدرتمنده. یعنی هر بار که شما پولی رو برای چیزی خرج می‌کنید، در واقع دارید از تمام چیزهای دیگه‌ای که میتونستید با اون پول بخرید یا سرمایه گذاری کنید صرف نظر میکنید. فهمیدن همین یه نکته ساده میتونه کل دیدگاه شما رو به پول خرج کردن برای همیشه عوض کنه. بسیار خوب، حالا وقتشه این دوتا تیکه پازل رو بذاریم کنار هم. هوش مالی واقعی دقیقاً در نقطه تلاقی این دوتا نیمه به وجود میاد. یعنی وقتی که ذهنیت درست رو با عمل درست ترکیب میکنید. موفقیت مالی مثل پروازه. شما برای بلند شدن و اوج گرفتن به 2 بال نیاز دارید. یه بالش تسلط بر احساساته و بال دیگش دانش فنی. با یه بال نمیشه پرواز کرد، به هر دوتاشون نیاز دارید. خب، اگه بخوایم کل این بحث رو تو چند تا نکته کلیدی خلاصه کنیم که یادتون بمونه، اینا میشن. اول، احساساتتون رو بشناسید، ولی فرمون تصمیم گیری رو ندید دستشون. دوم، ذهن منطقیتون رو مثل یه عضله تمرین بدید. سوم، هوشمندانه بازی کنید، نه فقط امن. چهارم، پایه‌های دانش فنیتون رو محکم بسازید. و در نهایت یادتون باشه که هوش مالی واقعی یعنی تعادل بین این دو. و در آخر میخوام شما رو با این سوال تنها بذارم. با توجه به همه چیزهایی که با هم دیدیم، اون یک قدم کوچیک و منطقی که میتونید همین امروز برای قوی تر کردن هوش مالیتون بردارید چیه؟ شاید نوشتن اهدافتون باشه. شاید بررسی خرج‌های ماه گذشته‌تون. هر چی که هست انتخابش کنید و انجامش بدید. چون سفر بزرگ موفقیت همیشه با اولین قدم منطقی شروع میشه.